پروژه ارتش رو توضیح بدم دوستان. این که هتل فرمونت، زیرش هم که ایران ماله. کلا پروژه های ارتش زل غربیه و جنوبی ایران ماله. حتی زل شرقیش هم هستش که پروژه صیاد و بهارانه. این پروژه هایی که دوستان الان میبینین تابرا رو، اینا هر کدوم پارسال بعد 2 تومن میده. من این مثالشو بزنم، بزنیم پل طبیعت رو رد کنم. جلوش هم که جلوی ایران مال دوستان پروژه 1001 شهره. این مثل لند آف لجند آنتالیا، مثل دیزیلندی که الان ابوظبی زده یا فرانسه. این پهنه بی ارتشه. حالا دوستانی که خرید کردن پارسال یه همچین پروژه‌ای باید میدادن تقریبا 1,500 8 تا قسط 6 ماه 250. الان که 1 سال گذشته، یکی که مثل شما خرید کرده 2 تومن داده با 6 تا قسط 6 ماه 250. ولی شمایی که امسال داری ورود میکنی باید تقریبا 5 میلیارد بدی با 1,500 تا ته. به همین صورت حالا هر چقدر که پیشرفت پروژه بیشتر باشه پول بیشتری باید بدیم. مثل این پروژه هایی که حالا یه ذره جلوتر به قول معروف این هم که آماده هاشه، شرکه چیتگر، حالا آفتاب هم میفته دیگه خودتون متوجه شید. پروژه پدافند ارتش هم دقیقا